های کلاسیک حکایت های بازآفرینی که میگن یه نفر خودش رو از نو ساخت، این از اوناست. سال 1987 مارکو تحصیل شد از دانشگاه، سوار ماشین شد با $300 بردن یه نصف بسته کیک ممنون از پنسیلوانیا رو رفت لس آنجلس. 2 هفته بعد ماشینش هم دزدیدن، رفت دنبال بازیگری اول، ولی خیلی داغون بود، اصلا ازش بهره نمی‌اومد، کاری پیدا نکرد. خودش بود توی همه اینایی که میان اینجا نه اون بلندی بیا اونجا برو اون بالا برو تابش کنی تا اون روستا را کلا کوها رو همه رو بید اینجا مرغان گاوه بریم من همینجوری میگیرم میام. شروع میشه مال ما خاطر خودی اینجا کلای کلای تو رو برو شروع کلا حالا به ساما یه کلای این تو کام هیچ همین میگیم پایین برو تو درخت میذارم با این بالا تو جهت نه ماشاءالله زرنگه اینا حالا همه کلتوک میشه را مرد چی میشه؟ کلتوک یعنی چی؟ برنج همه چیزی نیست این مال روستامایه. اسم برنج این منطقه چیه؟ برنج بومی چمپا چمپا؟ چمپا ها چمپا قدیم. این دیشب داشتین از برنج خودتون بود داره؟ نه بده من اینو تو قد داره میکنم. فیلم میگیم منو بگیر خودش بیاد راحت‌تر میاد نترس زرنگ باش میخوام دوربین از دستم نیفته. چند بار یه تو فیلم ماشین به پا فقط رو علفا پات لیز نکن. نه بخواستم جلوتر بری که تو فیلم باشی مواظب باش. حالا شبدارا رو زدم یعنی سخت‌تر حالا آب میدن دوباره یه 10 روز دیگه میاد بالا. اینجا واسه چیزه برنجی که اینجوری بله آب میاد توش تولکی میکنه شمال دیدی؟ مواظب باش. بانگ خروس صدای گاو دوستا همینه شد. آره واقعا متوجه این بوسر من ببین 80 سالشه داره ببین الان جا برز چلتو که در میاره آماده کنه برای 80 سالشه غیرتش حالا میریم برز هشت رو برداریم تو لطه مواظب باش. 80 هم بالایه 85 سال ماشاءالله سرحاله. ولی کار صبح که خواب نداره 5 صبح بلند میشه توی کرتا تشه دیگه اینجا هرچی به چرخی سرحالتر میشی. جوهرش پاک 14 تا هم بچه باشه ماشاءالله 14 تا
سالش بگیر. همه رو بعد گرد این سینه رو با این ریختن. آره گرفتم همه رو. این پنجره. حکته؟ آلمانیه؟ ژاپن. اینا حالا گیر نمیده؟ چرا؟ هست؟ نه قدیمی جدیداست. من میگم قدیمی هست گیر نمیده. من الان یه سلاح خودم دارم خود. بلژیک. 300 میلیون دادم ندام. عتیقه 1341 70 تا گوسفند اینجا فروختن 70 تا دونه. بردن تهران و بردنش. الان عتیقه گیر نمیاد. 300 تومن بهم دادن ندارم. خوب کار کردی. دو دونه. عتیقه رو باید نگه داشت ولی. احمد آقا برو اوور اون روبرو آبشار رو بیار. الان میگم. این شب داره نه؟ آره شب داره. شب دار یعنی شب آفتابه شب بیشتر میاد. آبشار رو بگیر. هیچ آبشار بشه اینجا. الان صدای آب رو برمی‌داری؟ همه چی رو می‌بینی؟ حالا به من نگفتی پرسپولیسی استقلالی. همون استقلال یا پرسپولیس؟ آب استقلال که رو چنده؟ پرسپولیس همیشه قهرمانه بود. ولی دیشب بازی چیز دیگه میگفتم. اینجا همه پرسپولیسی هن. همه اینجا 90% اینجا پرسپولیسی هن. شنیدی؟ آقا فرزاد دیکتا خانم پرسپولیسه. همه پرسپولیسی. پرسپولیسی که 5 قرن پشت سرم 32 تیم پشت سر گذاشته. این دیگه تنهاش بذاری نمیشه. شنیدین؟ حرفی نداری برای گفتن؟ بعد از صحبت ها کنار رودخونه عزیز. اینجا همه پرسپولیسی. خدا قربت همون. نه عکسشو بگیر. هم فیلم میگیرم در حال کار. خدا قوت همون. خوبی؟ خسته نباشی. چیکار میکنی همون؟ خدا قوت. سلامتی؟ ایگو خوبی؟ سلامتی مرمت داری. میگه چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ سلامتی میکنم. تولای کنم. تولای. چه تولای کنی؟ تو؟ تخم چی؟ تخم چی؟ همچین؟ تخم چی؟ ایگو تخم چیه؟ تخم شلتوک. شلتوک برنج ها؟ برنج. کلنگ بزن کلنگ بزن. الو. بزن. الو. شفا خانم پس ماست هیچ. نه اوی حالت باوت یک میتوندون. خیلی زحمت داره. خیلی زحمت داره. دست درد نکنه.
خسته نباشی. بریم. هی میواس خدا کمکشون نیه. بهش باید کمک کنه خب. باشه خدا. چیزی دویتی چیزی دوتی چی؟ مرتفعات رو جای رفتن داشت تمام که رش با خدا والا چه؟ دوشو یاد چی می؟ بر همین جا ماشاءالله فرهان هم بله بگیم اینو داشته باش بگو تهرانی ها مردم تو روستا اینجوری نون میخورن نه اختلاس بخورن اینم نشون بده بگو بی این تو روستا با چی زحمتی نون بخوره 14 تا بچه هم بزرگ کرده با خدا 14 تا خدا حفظش کنه. این منظره رو هم بگو این با خودش آره کشاورز علی حسین حاج حسن علی حسین حاج حسن حالا اینا همچی خاکش میکنه آبو میذاره شلش میکنه وقت چلتی که میریزه توش میاد بالا بعد میکنن جای دیگه میکارن تو اینا این نشای اصلیشه نشای اصلیشه باری کرد ما بگیم تختون حالا بگیم بعد از بریم آقا اینجا بریم بعد اونا که خیلی ادعا شده بگو خود درس خوندن و تو پولن اینا نشون کن بگو ببین مردم اینجوری زحمت میکشن نون میخورن نه اختلاف نه حقوق بالا آبشار میگیره این همین روخانه که توپ میزنه دا آبشاره بگیره آین بگیم فرسی بگیم اینو من درست کردم نه تو مایه آدیه یه آب از زیر کوب از خوردنی بند داده این 379 کجا زده بود؟ نمیفتیم ساعت حس بعد کلاسم شدیم شده رو بگی همه آقا تو مبرو گرفتار با اون
روستا رو مرور داریم میریم به سمت روستای آقای محمدی. خودشون برگزار کننده کمپن در کنار اینجا منطقه هلن میانکو چهارمحال بختیاری می باشد. بهشت اینجا 500 متر دیگه میخوایم به سرچشمه زاینده رود هلن چهارمحال بختیاری انشالله توقف کنیم. انشالله. یه بهشت بکر. یعنی دور کارون الان دور این رودخونه 40 تا روستاه درسته؟ 40 تا روستا 42 تا روستا داریم. 2 تا روستا. همش هم بکر و طبیعت عالی، مردمان دلپاک، مردمان زحمتکش، مردمان معمار نواز. در هر خونه رفتین به خدا اشتباه نرفتین. هر مسئولی بخواین تقدیم میکنن. اصلا امنیتش هر جا ماشینتون بمونه درش باز بکنیم بریم. از همه نظر مهمان نوازیشون، غریب پرستیشون، شامت مردونگیشون، همه چیزش عالی عالی. اینجا طبیعتش بدیه، چشمای خوبی، ایران اشراق داره، سوغاتی های خوبی داره. سوغاتی های اینجا چیه؟ سوغاتی اینجا روغن بومیه، کشک، کره بومی، خارا. خارا یعنی قره قروج؟ قره قروج بله. قیماق. قیماق چیه؟ قیماق همون سرشیره، گوسفندی میگیرن. چه جالب سرشیر. سرشیر گوسفندی نگار. گوشتاشون خیلی عالی، گل گیاه طبیعت میخورن. یعنی نون زحمت کشیده. آره. کندو. بعد عسلای اینجا هم باید عسلشون عالی، عسل گون کو. زنبوراشون رو تمام گل گیاهی گون. بعد گوشتاشون خیلی عالی. برنج چمپای بومی قدیم برای دمپختی، برای همه چی. ماش هم داره اینجا؟ ماش هم برنجتون اسمش چی بود یه بار دیگه؟ چمپای قدیم. چمپای قدیم؟ بله چمپای قدیم یعنی همون لنجون اصفهان از اینجا تخم بردن. آها. برنج لنجان اصفهان. اینجا به برنج میگین چلتوک درسته؟ برز چلتوک دیگه پوست داره، بعد میشه برنج آسیاب میکنه. برز چلتوک نشا میکاریم تو بکی. اینجا کشاورزیاشون با زحمت بود، حالا دستگاهی مکانیزه و ترکتور این آمده. بعد قدیما اینجا همش با گاب و کلنگ و کشاورزی. چه طبیعتی. به کارون ما 70 کیلومتر دریاچه مثبت داره. یه سمتش به غربه، یه سمتش به شرق. جنوبش هم بخوره به خوزستان. کارون 4، کارون 3. برای شیری هم گوشتار که میگم عالی هست. اینا گوشته ایناست، برای شیری دنبال مادر هم. یکی 10 کیلو گوشت داره. گرفت شما؟ آره. یعنی اینا گوشت ندارن، شیر. اینا گوشت شیرن. دیاولم حالا نخوردن، تازه دنبال مادر بودن، شیر مادر، مثل بچه‌ای که اول شیر استفاده می‌کنه. هنوز یعنی از شیر گرفته نشدن، تازه دارن. نه دنبال مادر. حالا ایشالا کاری که مسابقه شهر سرخون. بله اینجا مرکزیت این روستاهاست. کارهای اداری، بانک، کمیته امداد، نیرو انتظامی. بریم ما بریم سرچشمه پیاده میشیم. بریم آخر آره. اینجا تمام ارگانهای این روستاها اینجا جمع آوری هست.
مدرسه هم اینجاست؟ مدرسه هم داره. بله این مدرسه. تو روستای خودتون نداره؟ چرا؟ 2 تا. من دیدم تو روستای مدرسه. هر روستا یه مدرسه داره. بعد روستا ما هم راهنمایی داره هم داره. ابتدایی ندارید؟ چرا؟ ابتدایی کجا؟ همونجا روستا خود. ستاشو دارید؟ بله. اگر انشاءالله بعدتون خوب شد یه روزی بیاید یه روستایی بسازید یادگاری ببینید. حتما. آیا رئیس. الان 100%. میخواد بسازه بیل میکنه که این آب از کجا در میاد؟ زیر این کوه. این سرچشمش. حالا میبینی. نهره میده بیرون. کوه خشک نگاه کن. آره. سنگ. اینجا شیشه دودی فکر کنم آقا محمد شما رو ندید. چرا دید؟ دید؟ نه دید. اینجا سرچشمه شهر سرخونه، مرکزیت چهارمحال بختیاری، بخش میانکو. حالا میریم رو رودخونه. همینجا بذار کنار اینجا دیگه. اینجا. اینجا که بلند آبشاراشو بگیر. بعد گردی کنارا بگیر. آی رمی برو رو سنگه تا عکس بگیر. آره زیر کو داره آب خارجش. سرچشمه رودخونه سرخون میانکو. ادامه بدم میگیری؟ آره میگیرم. اینجا مرکزیت شهر سرخون، توابای شهرستان اردل، استان چهارمحال بختیاری می باشد. این رودخونه حدوداً تا کارون 30 کیلومتر فاصله داره که آب از اینجا زیر این کوه سرچشمه و واریز میشه در کارون 4 استان چهارمحال بختیاری. بهترین طبیعت و گردشگری به خود اقتصاد داده. من بریم رو سنگ تا حالا بگیم سلام پسر خاله. این چشمه اصلیه. این بالا رو بگیم برگردی دارم. این آب از کجا میاد بیرون؟ زیر کوه. از زیر کوه قدرت خدا ببین آب کجا میاد بیرون. حجمی هم داره ماشاءالله. بهترین آب آشامی داریم. نه میره